آشکش یه خالت. مرسی از نگاه های نازنین قشنگ. شو پسر داری جنون عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. مرسی که ما رو دارین نگاه میکنین. به کانال حامد تبریزی خوش اومدید. سلام و عرض ادب خدمت همه. خیلی خوش اومدید. امروز قرار چالش 3 جواب در 5 ثانیه. سوالات 5 ثانیه بپرسید. من نمیدونم چرا همش من میبازم. ولی نوعه که میگه نمیدونم چرا همش من میبازم. رونو کوبتو میگه چرا این وقت مرتضی میبازه هی چیزای سخت بهش میفته، چرا آخه باید ببازه؟ فردو دو گوشی دی سایلنت. میگه خب من گوشو سایلنت کن صداش میاد. آره. خب بچه‌ها قراره بازی کنیم کسی که میبازه مجازات بشه. خب مجازاتش برف شادی. مجازاتش برف شادی نیست و قراره بره تکدیگری کنه با ساز. حضرت عباسی شاید من بشم. هنو تمام نشده دیگه. شاید من بشم. خب لگو ما اما میگو شاید این بشه. ولی ببین کی گفتم هرچی بگم بازم کنم. تشکر میکنم از آقای مهدی تبریزی که پشت تاثیر قرار از ما سوالهای سفرسی رو بپرسن. ما لطفا خواهش میکنم ازشون که اولا باید میگفتم اینجا که بریم که داشته باشیم. من برم برای شما نه نشستیم دیگه. هر کی میگه 16 نیست 17 18 19 20. میریم که داشته باشیم. آقای مرتضی فرایل آقا آمدین دیگه مثل سمندو مسابقات نیست. اون تست شده است. نمیخواد رو من تست کنی. نگاه یعنی جلو می خب دوستان منم سلام عرض میکنم خدمت کسایی که صدای منو دارم ولی تصویرمو نمیبینم. خب سوال اول رو میپرسیم از آقای حامد تبریزی. توی 5 ثانیه جواب بدین. 3 تا زباله خشک. پلاستیک، قوطی و لایلون. لایلون لای نونه یا اون ور نونه من نمیدونم. خوب جلو رفتی تا لایلونش خیلی خوب بود. اینجا اوکیه لایلون چیه بعد برم داستان کاغذی داریم جان. بله داریم. باشت میخوایم بازی نکنیم یا اول فاز به من بفرم. این با این نداری تو سر اینو ماشه فشار بده. ماشه بفرم. میپرسیم از آقای مرتضی حمید. خواهش میکنم. 3 تا فیلم کمدی. بله. خانه به دوش، مختار نامه، شدید و سرعتی قدرتی. چرا؟ من یه برف شادی نیست. خب آقا یه سب کن. چرا مختارنامه بیشور. یوسف پیامبر اونجا بود واقعا ما خانواده‌ها خندیدیم. برای ما تنظیم مختارنامه کمدی های بیشور. نه بابا یه جاهاش واقعا آدم مثلا یه لبخندی میاد و افتخار میکنه به اون جنگیدن. بله آقای حامد تبریزی. 3 تا میوه بوته‌ای. خیار، گوجه، فلفل. خریداری فلفل غذا. آقای نه دیگه من الان باید مرتضی حمید. من استرس دارم آقا جانم. 3 تا مدل آش. شله زر، آش شله قلمکار، آش کشک خالت. اونجا خورد که شدید. با این بزنید دردم داره. نه بیشتر درد داره. تو رو خدا سازندهای برفشایی دقت کنه. اینو مونده تاریخش جدی میام گذشته نگاه کن. ببرم آمد مزه بارون میده.
تبریزی بفرمایید. 3 تا اصطلاح فوتبالی. کرنل، پاس، سانت، شوت. 4 تا گفت. 3 تا باید میگفت. 4 تا گفتی. نه اینم عوض یه دونه که اضافه گفتم. پورم که رفقا اگه مرتضی حمید جانم آقا 3 تا خوراکی صبحونه. نون پنیر نون پنیر مربا. درست. نزن. مرسی. حامد تبریزی 3 تا نوشیدنی. نوشابه، دوغ، آب نوشیدنی دی می نوشیم دیگه. مرتضی حمید 3 تا چوب، 3 مدل چوب. کابینتی صبر کن MDF کابینتی کشویی جنابه در این حد نمیدونه. کابینتی دراور مگه گفت چوب کجا استفاده میشه؟ آب مده برای ما آب مده برای شما بود چوب برای ما بچه چوب کمک کنم آقا این میسوزه حامد تبریزی ببر. 3 مدل کفش. کفش اسپورت، کفش فوتبال، کفش بسکتبال. بسکتبال نداریم میگه 3 مدل دیگه، مدل که بسکتبال و والیبال و فوتبال دیگه. نه اون نیست که تو هم میگفتی درست گفتم آقا. تو هم میگفتی 41 42 خب مرتضی حمید بله آقا. اسم 3 تا پارک. پارک پدر پارک میدون مادر پارک خواهرزادگان پارک خواهرزادگان. بابا این از دست میخواد ببازه. بابا آخه چه پارک اصلا ارم پارک آره. دلفینا آره خب این حداقل 10 ثانیه وقت میخواد نکن کسی کردی. این بفرم. حامد تبریزی 3 تا سلسله ایرانی. هخامنشی، ساسانی، کوروش نکبی. کوروش نکبی دلم گرفته ای رفیق هوای چشات چند هرچی آرزوی خوبه مال تو هرچی که جان اینجا درست شد کوروش کبیر چیه؟ میگه هخامنشی چیز کوروش کبیر من یه دونه اشتباه گفتم. یه دونه کاری شد اشتباه بفهم مرتضی حمید جانم. 3 تا از اقلام مربوط به سفره عقل. حامد تبریزی بفرم. 3 تا وسیله جانبی ماشین. زاپاس، یدک. الان ببینم برف شادی اون زیر ماشین برام میگه زاپاس یدک ماشین اینا آپشن حساب میشه مرتضی حمید جانم آقا اسم 3 تا میوه ترش. گوجه سبز گیلاس آلو گیلاس ترشه. پس ما میریم میخریم آلبالوه شبیه گیلاس. نه به ما میگن گیلاسه بعد میدونم ارزون ترم میده میگه چون ترشه حامد تبریزی اسم 3 تا برج معروف. برج میلاد، برج خلیفه، برج آزادی. بیا برج خلیفه یکی از خاطرات خوبه ما تلخ و شیرینی بود که ما تلخش همه شیرین بود دوست دارم. عاشقتم آخرین سوال از مرتضی حمید. بس شما 3 تا عدد که با سین شروع میشه. 3 30 33 333 3333 درست. 395 تموم شد دیگه تموم شد تازه شروع شده تموم شد دیگه اوه این از کجا آمد
خب از اون جایی که داوران اعلام میکنن آقا مرتضی حمید باخته. چجوری من باختم؟ نه یه دقیقه بر اساس شمارش مثل نه موهام خراب نشد دیگه. الان خراب شد موهام؟ نه آقا از اونجایی که مرتضی باخته باید بره گیتار بزنه، تار بزنه، پول بگیره. ویدیو چک میشه. نه باخته. باخته. من نباختم. باخته چک ویدیو چک. احتمال زیاد باخته. وایل فو مگه همین الان نگفتم سه یوس رمو 33 333 یه دونه درست جواب دادی همه رو باختی. توی تدوین شماره میاد بالا سرتون. مرسی مرسی که ما رو تا این لحظه نگاه کردین. میبوسمتون. کلیپ ادامه داره. نداره. اگه من از همینجا خداحافظ. اگه من ساز زدم ایکسو. خب عرض سلام ادب احترام. خیلی مخلصم آقا مرتضی اومدن که اجرای حکم بکنن. خب سازشون اینجاست. صدامو داری اون ته مجلس همه چی فراهم شده واسه اینکه مرتضی بره. مرتضی امروز چقدر میتونی پول جمع کنی؟ من جمع میکنم. چقدر؟ 100 تومن عدد جمع بگو. میکنم. 100 تومن. 100 تومن. تا 100 تومن ما عدد رو بالا نمیبریم. تا 100 تومن جمع نکنیم بازی ادامه داره. هم برم بین مردم هم 100 تومن جمع کنم. هم 100 تومن باید جمع کنی هم باید بری بین مردم اجرای حکم دیگه. اوکیه؟ مرسی از نگاه های نازنین قشنگ مرسی مرسی بریم که داشته باشیم. شو پسر داری جوان مرد و اثر داری چه اطلاعاتی؟ پسر داری شو پسر داری اثر داری گل پسر داری ماشاءالله بابا عیبه تو مبارک شو پسر داری مرد و اثر خدا بده برکت چقدر کاسب شدی؟ تا الان هیچ دانیال بده خوب پول فاصله شما با فاصله دانیال بده بچه‌هاش خوب پول میدن. نه خودت من میگم فاصله کلا کاسکت یادت نره برادر خطریه مراسمی گرفته ماشاءالله تا اون ته ترافیک کرده ماشاءالله مراسم بگیره خوبیه. خیلی وقت بازار باشه از طرف خواهرشوهر دوباره بزن
برید به سلامت کلمه‌ای که کمک نکرد. نه دیگه اون یه توانش ندارم. چطوری؟ نوشتم تا بیام بدیدنی بیای مرتضی اوکی مرتضی بیا اوکی مرتضی بیا